اینجا داستان شبانه است و منم علیم. اینجا مجموعه ای از داستان‌های واقعیه. اسم من سحر هستش. دانشجوام، اما این داستانی که میخوام بگم برمیگرده به زمانی که هنوز وارد دانشگاه نشده بودم و سال آخر دبیرستان بودم. من تو خانواده‌ای بزرگ شدم، تقریبا ثروتمند. من از لحاظ قیافه تعریف از خود نباشه خوشگلم، اما این خوشگلی دردسر خیلی بدی بود برام و باعث شد خیلی مشکلات برام پیش بیاد. من تا سالهای آخر دبیرستانم زیاد دور و بر عشق نمی‌رفتم. یعنی برام مهم نبود، چون اول از همه به فکر آیندم و شغلم بودم. وقتی رسیدم به پیش دانشگاهی باید برای کنکور میخوندم. از تابستون اون سال بعد جور شروع کردم به درس خوندن. روز و شبم شده بود کتابای دبیرستان. خیلی کم میرفتم بیرون. با مامان و بابام خیلی صمیمی بودم. جدا از رابطه مادر پدری با هم مثل دوست بودیم. اون سال اونا برام همه چیزو فراهم کردن که من درسمو خوب بخونم و منم از این فضا بیشترین استفاده رو میکردم. داداشم هم دانشجو بود، اون هم سرش تو کار خودش بود، کاری به من نداشت. تابستون تموم شد و منم همونطور داشتم به درس خوندنم ادامه میدادم. پاییز شروع شد و من باید میرفتم مدرسه و موقعی هم که مدرسه تموم میشد میومدم خونه و درس میخوندم. اوضاع به همین روال گذشت تا نوروز اون سال که همگی رفتن شمال جز من و داداشم. من به خاطر کنکور نرفتم و داداشمم به خاطر من خونه موند. قرار بود ما 3 روز آخر به مامانم و اینا و خانواده عموم ملحق بشیم. بالاخره درس خوندن من تموم شد و قرار شد من و داداشم بریم شمال. فرداش صبح زود حاضر شدم و با داداشم راه افتادیم. وقتی رسیدیم اونجا خیلی دلم برای مامان و بابام تنگ شده بود. رفتم کلی بوسشون کردم. با عموم و اینا احوالپرسی کردم و رفتم داخل. عموم اینا یه دختر و 2 تا پسر داشتن. دخترشون 1 سال از من بزرگتر بود و پسرشونم یکیشون 20 سالش بود و اون یکی 7 سالش بود. رفتم پیش مهسا دخترمون نشستم. کلی حرف با هم زدیم. عصر با هم بریم تو شهر. قرار شد عصر با هم بریم تو شهر گردش و منم یه هوایی عوض کنم. عصر حاضر شدم. داداشم با پسرمون رفته بودن کنار دریا. با مهسا رفتم تو شهر. کلی لباس خریدم و چیزای دیگه. از نیم ساعت بعد از رفتن ما به بیرون یه پسر جوان دنبالمون بود. هر جا می رفتیم اونم می اومد. پسر قد بلند و خوشتیبی بود. اما من چون درس و اینا داشتم حوصله دوستی و اینا رو نداشتم. اصلا نگاشم نمی کردم. مهسا دخترمون همش اذیتش میکرد. اونو تشویق میکرد به این که دنبالمون بیاد. اونم می اومد. خلاص اومدیم خونه و بعد از تعطیلات برگشتم تهران و سر درسم. بهارم تموم شد و نوبت به کنکور دادن من شد. خیلی استرس داشتم. رفتم کنکورم و دادم و برگشتم. خیلی خوشحال بودم چون امتحانمو خیلی خوب داده بودم. اومدم خونه مامان و بابام برام یه جشن ساده گرفتن و قرار شد برای استراحت من و اینکه یه هوایی عوض کنم بریم شمال. منم کوله بارمو جمع کردم و با خیال آسوده راهی شمال شدم. قرار شد 2 هفته اونجا بمونیم. 2-3 روز گذشت. وقتی میرفتم بیرون با مامانم یه پسر میومد دنبالمون. قیافش برام خیلی آشنا بود. هرچی به مخم فشار می آوردم چیزی یادم نمی اومد. یه بار با مامانم رفتیم بیرون. وقتی برگشتیم همون پسر جلو در همسایه سمت راستیمون بود تا اینکه من و مامانمو دید. با مامانم احوالپرسی گرمی کرد و رفت. منم گفتم مامان این کی بود؟ گفت پسر آقای یوسفی هستش، همسایه‌مونه. گفتم چطور من نمیشناسمش؟ گفت آخه تو که زیاد بیرون نمیای. اومدیم خونه. رفتم تو اتاقم. بعد از کلی فکر کردم یادم افتاد این همون پسری هستش که وقتی با مهسا رفتم بیرون همش دنبالمون بود. ترس بدی وجودمو فرا گرفته بود. دیگه میترسیدم تنها برم بیرون. یهو مامانم اومد تو گفت امشب قرار خانواده آقای یوسفی شب نشینی بیان اینجا. مامانم رفت بیرون. گفتم گند بزنن به این مهمونی. از اومدنشون خیلی میترسیدم. شب که اومدن روبروم نشسته بود. همش نگاه میکرد. جرئت نمیکردم سرمو بلند کنم. بعد جور میترسیدم. با خودم گفتم چقدر پررو هستش. خجالت نمیکشه. تا اینکه داداشم گفت محمد بیا بریم کنار دریا. از بس خونه موندم افسردگی گرفتم. فهمیدم اسمش محمده و اونم قبول کرد.
وقتی بلند شد به هم گفت سحر خانم شما اگه دوست دارین بیایید با هم بریم. همین که اسمم آورد اگه زمین دهن باز میکرد میرفتم داخلش. تا اومدم بگم نه که داداشم گفت راست میگه، سحر پاشو بریم، خیلی هواش خوبه. نخواستم حرف داداشم رو زمین بزنم. رفتیم بیرون. من و داداشم و محسن شروع کردیم به قدم زدن. محمد معلوم بود پسر فهمیده‌ای هستش. از طرز حرف زدنش خیلی خوشم میومد. داشت در مورد شمال و اینا حرف میزد. رسیدیم به کنار دریا، یکم نشستیم که داداشم گفت محمد میای یک کشتی بگیریم؟ از حرفش تعجب کردم. آخه این وقت شب روی این ماسه ها حس کردم محمد از این که من اونجا بودم خجالت میکشید. بگه آره. که من گفتم من میرم داخل، شما هم کشتیتون رو بگیریم. که داداشم گفت نه تو بشین داور باش. منم گفتم باشه داداشم. گفت ببینم کشتیگیرای اینجا خوبن یا کشتیگیرای تهران. داداشم 3 سال داخل تهران کشتی میرفت. خیلی وارد بود. تازه فهمیدم محمدم کشتیگیره. یکم که به اندامش نگاه کردم معلوم بود ورزشیه. پلیورشو در آورد. یه تیشرت تنش بود. خیلی اندامش قشنگ بود. داداشم خودشو حاضر کرد و شروع کردن به کشتی گرفتن. محمد زیاد زور نمیزد. معلوم نبود چرا. داداشم چند بار اونو زد زمین. نمیدونم چی شد که یهو از دهنم پرید. گفتم آقا محمد مثل اینکه زور نداری، حریف داداشم نمیشی. همین که اینو گفتم انگار دوپینگ کرد. به داداشم گفت بیا یه بار دیگه. داداشم گفت نه بابا حریفم نمیشی. بعد از کمی اصرار قبول کرد. دوباره اومدن کشتی گرفتن. بعد جور زرنگ شده بود. از حرکات و فنهاش خیلی خوشم میومد. همش با فن داداشم خاک میکرد. تموم که شد گفت سحر خانم ما حرمت مهمون رو نگه میداریم. گفتیم داداشتون مهمونه، بذار ما رو شکست بده. دیدین که ما هم یکم زور داریم. داداشم لباساش خاکی شده بود. گفت من میرم لباسامو زود عوض میکنم و برمیگردم. دوید تا اومدم بگم منم میام. دیدم فقط من موندم و محمد. که محمد گفت دانشجویی؟ که گفتم اگه خدا بخواد امسال میشم. که اونم گفت ایشالله. منم پرسیدم شما چی؟ گفت منم دانشجوام، تو تهران درس میخونم. یکم سکوت بینمون حکم فرما شد و که محمد گفت یه چیزی بگم ناراحت نمیشید؟ گفتم نه بگین. گفت راستش من اصلا شما رو نمیشناختم. زمانی که بهار با اون فامیلتون تو شهر دیدمتون ازتون خیلی خوشم اومد. همش دنبال یه فرصت بودم که بهتون بگم اما نشد. بعد از اون روز همش تو فکرم بودی. با خودم گفتم محاله دیگه سر راه هم قرار بگیری. اصلا فکرشم نمی کردم دختر آقای جاوید باشین. اون روز که اومدین اینجا، همین که از ماشین پیاده شدین تا اینکه چشمم بهتون افتاد، خیلی جا خوردم. از خدا خیلی تشکر کردم که شما رو باز سر راهم قرار داد. و اینکه دختر آقای جاوید هم هستی. راستش من خیلی بهتون علاقه دارم. پاهام داشت میلرزید. نمیدونستم چطور میتونست اینقدر راحت حرفاشو بزنه. گفت من حاضرم برای رسیدن به شما هر کاری بکنم. فقط شما اجازه بدین بیشتر با هم آشنا بشیم. که داداشم اومد. تا اینکه محمد چشمش به داداشم افتاد، فوراً یک کاغذ در آورد و داد بهم. گفت بذار جیبه تا داداشت نیومده. منم از ترس همین کارو کردم. گفت منتظر تماستم. نذار انتظار نابودم کنه. از حرفش جا خوردم. تا حالا کسی اینطوری بهم ابراز علاقه نکرده بود. داداشم برگشت پیشمون. بعدش هم شروع کردیم به جوک گفتن. اون شب تا آخرای شب میگفتیم و میخندیدیم. شب خیلی خوبی بود. با محمد هم یه جورایی راحت شده بودم. وقتی خانواده محمد اینا خواستن برن، موقع خداحافظی محمد بجور نگاه میکرد. طوری که میشد فهمید منتظره. منم سرمو انداختم پایین اومدم بالا. تو اتاقم نشستم. به کارا و حرفای امشب محمد فکر میکردم. تا نصف شب خوابم نمیبرد. کاغذش تو دستم بود. یه عطر خاصی داشت که اون کاغذ خیلی خوشبو بود. نمیدونستم چیکار کنم. تا حالا کسی اینطوری بهم پیشنهاد نداده بود. نمیتونستم ردش کنم، چون اگه ردش میکردم باید دلیل منطقی براش میآوردم. خلاصه 2 هفته که تموم شد خواستیم برگردیم. شب قبلش مامانم گفت شب نشینی بریم خونه آقای یوسفی، هم خداحافظی میکنیم هم شب و سر میکنیم. فوراً گفتم نه، چون میترسیدم با محمد روبرو بشم. که همه راضی بودن جز منم دیگه ناچار قبول کردم. حاضر شدیم رفتیم خونهشون. برخورد محمد با هم خیلی سرد. دیگه نگام نمیکرد. بعد جور تو خودش بود.
حتی داداشم هم بهش گفت چیه؟ کشتی ها تو کجا گرفتن که اینطوری هستی؟ که مامانش گفت نمیدونم الان چند روزه که اینطوریه. اما محمد گفت چیزی نیست، مامان الکی سخت میگیرن. اما تنها کسی که میدونست محمد چشه من بودم. موقع خداحافظیم اصلا نیومد پیشمون. خیلی دلم میخواست برای آخرین بار ببینمش، اما نشد. اومدم خونه شبش نشستم تا 5 صبح فکر کردم. تصمیم گرفتم به پیشنهادش جواب مثبت بدم. همون ساعت 5 صبح به محمد پیام دادم که چرا حالت گرفته، که فوراً جواب داد. باور نمی‌کردم اون وقت صبح بیدار باشه. گفت شما؟ منم گفتم همسایه بغلی. گفت سحری؟ گفتم آره. گفت یعنی میخوای با هم باشی؟ منم گفتم مگه دوست نداری؟ گفت مگه میشه؟ من که از خدامه. منم گفتم از دیشب تا حالا خوابم نبرده. به این فکر میکردم که فردا میخواین برین، من چیکار کنم تنهایی؟ گفتم پس چرا سر شب حالت گرفته بود؟ گفت با خودم میگفتم حتما جوابش منفیه که زنگ نزده. منم گفتم حالا خوشحالی؟ گفت بهترین لحظه ی عمرمه. خلاصه اون شب تموم شد و ما فرداش برگشتیم تهران. رابطه ما تلفنی بیشتر و بیشتر شده بود. خیلی به محمد علاقه پیدا کرده بودم. هر روز باهاش در ارتباط بودم. اون سال جواب کنکور اومد. یه رتبه عالی آوردم و تو دانشگاه شهر خودم قبول شدم. به محمد گفتم خانواده‌تو راضی کن، بیا این تهران. کار سختیه اما سعیمو میکنم. محمد تک فرزند بود. واسه همین تو خانواده خیلی عزیز. خلاصه با هر بدبختی بود محمد خانواده‌شو راضی کرد. اومدن تهران. با اومدن محمد به تهران رابطه ما بیشتر شد و علاقمون هم به هم خیلی خیلی بیشتر شده بود. محمد اومد تهران، رفت تو باشگاهی که داداشم و ارشیا اونجا بودن ثبت نام کرد و با داداشم هم باشگاهی شدن. با داداشم خیلی صمیمی شده بود. دیگه به خونمونم رفت و آمد میکرد. داداشم از محمد تو باشگاه خیلی تعریف کرده بود که فنی هستش و باشگاهشونم برای مسابقات از همه‌شون تست گرفته بود که داداشم و محمد و ارشیا و چند نفر دیگه قبول شدن. محمد خیلی تلاش میکرد که اول بشه. میخواست افتخار کسب کنه که اون سال تموم شد. سال سوم داداشم 5م شد. محمد به ارشیا باخته بود که 3م شده بود. حالا با این همه تعریفی که من از ارشیا کردم دیگه شاید از گذاشتن داستان من منصرف بشه. 1 سال از رابطه من و محمد گذشته. خیلی به هم وابسته شده بودیم. همه کس هم شده بود محمد هم خیلی به هم علاقه داشت. کم کم میخواستم بحث محمد رو پیش مامانم بکنم که میخواد بیاد خواستگاریم. با محمد در جریان گذاشتم. اونم قبول شد. بعد از چند روز من و مامانم تنها خونه بودیم. رفتم پیش مامانم، با هزاران بدبختی بهش گفتم، ولی مامانم همه آرزوهامو به باد داد. مامانم گفت بابا تو رو به سینا قول داده. سینا پسر عمو بود. خواهر مهسا کی این کارو کرده؟ گفت وقتی که نوروز شما داشتین تهران درس میخوندید تو شمال خواستگار داشتین که بابات هم قبول کرده و تو نشونه شدی. گفتم مگه میشه؟ من اصلا با سینا ازدواج نمیکنم. به بابا هم بگی عمو اینا رو رد کنه. گفتم بابا شما چرا سر خودتون منو عروس میکنی؟ نظر من براتون مهم نیست؟ گفت چی داری میگی؟ گفتم مگه شما منو برای برادرزاده احمق نشونه نکردین؟ گفت مؤدب باش. خب چرا این کارو کردم؟ گفتم خب من نمیخوام باهاش ازدواج کنم. من از سینا متنفرم. بعدم میاد ازش که بابام بلند شد و یه سیلی محکم بهم زد. برای اولین بار تو عمرم بود بابام همچین کاری کرد باهام. کسی که همیشه فکر میکردم تنها کسیه که شاید قشنگ منو درک کنه بابامه، ولی با سیلیش فهمیدم اشتباه کردم. پرت شدم رو مبل. بهم گفت تو با سینا ازدواج میکنی. تموم. حرفم بزنی از خونه پرتت میکنم بیرون. که داداشم اومد گفت بابا چیکار داری میکنی؟ از شما باید دست روی خانواده بلند بکنی. محمد گفت برات متاسفم بابا. منم مرتب داشتم گریه میکردم که داداشم دستمو بلند کرد و منو برد تو اتاقش. داشت آرومم میکرد. یکم که آروم شدم گفت کاملا برام توضیح بده، ببینم قضیه چیه. منم گفتم محمد میخواد بیاد خواستگاری، اما بابا بدون اجازه منو برای سینا نشون کرده. گفتم یوسفی؟ گفت محمد خودمون؟ گفتم آره. گفت به به چه دل و جرأتی پیدا کرده. گفت آبی جونم ناراحت نباش، مگه داداشت بمیره که تو به زور ازدواج کنی. حرفاش خیلی دلمو قرص میکرد.
منو برد تو اتاقم، رفتم خوابیدم. فرداش رفتم دانشگاه که داداشم رفته بود پیش محمد. از جریان شب قبل چیزی به محمد نگفته بودم. محمدم بی خبر از هیچی. داداشم رفته بود بهش گفته بود تو اومدی خواستگاری خواهر من. داداشم خیلی محمدو دوست داشت که محمدم از علاقه زیادش به منم حرف زده بوده، اما بهش نگفته بود با من در ارتباطه. بعدش من اومدم خونه، داداشم اومد تو اتاقم بهم گفت سحر اگه محمد بیاد خواستگاری حاضری باش ازدواج کنی؟ منم گفتم واسه چی میپرسی؟ گفت آخه امروز با محمد حرف زدم، خیلی بهت علاقه داره، ولی اگه تو نخوای نمیذارم بیاد خواستگاری. منم گفتم محمد خیلی وقتی تو این خونه رفت و اومد میکنه، تقریبا میدونم چه جور آدمیه، پسر خوبیه. گفتم آره اگه بیاد من حرفی ندارم. داداشم گفت پس مبارکه. گفتم چی و مبارکه؟ بابا رو چی کار میکنی؟ گفت راضیش میکنم. شب رفتیم پایین که داداشم گفت من نمیذارم سحر زن سینا بشه. شما هم خیلی اشتباه کردی که بدون اجازه سحر اونو عروسش کردی. که بابام گفت تو سر پیازی یا ته پیازی، به تو ربطی نداره، منم میگم باید با کی ازدواج کنه. که داداشم گفت آره شما میگی، ولی اگه اون یه نفر سینا باشه باید از اون جنازه من رد بشی. بعدش هم من فردا با سینا کار دارم. که بابام زد تو حرفش و گفت فقط کافیه سینا رو ناراحت کنی یا از این قضیه بوی ببره، خودم میکشمت. که داداشم گفت اشکال نداره، من به خواهرم قول دادم که نذارم ازدواجش زوری باشه مگه اینکه مرده باشم. حالا هم شما اگه سینا رو دوست دارین اولش پسرتون رو بکشین. که بعدش داداشم بلند شد و رفت. منم دنبالش راه افتادم. که داداشم برگشت گفت ناراحت نشو، مطمئن باش نمیذارم زن سینا بشی. فرداش رفته بود پیش سینا و گفته بود قید خواهرمو بزن و جریان محمدو بهش گفته بود. سینا هم گفته بود به هیچ وجه پا پس نمیکشه. اون روز با داداشم یه دعوای اساسی کرده بود. سینا محمدو میشناخت، چون بعضی مواقع که محمد با داداشم میومد خونمون سینا هم اونجا بود. داداشم به محمد زنگ زده بود که اگه سینا اومد پیشش تا میتونه اونو بزنه. بعد از 2 روز سینا رفته بود باشگاه. اونجا رفته بود پیش محمد که داداشم اونجا بود. رفته بود به محمد گفته بود قید منو بزنه. که محمد گفته بود نه، که با هم دعواشون شده بود. تا داداشم رسیده بود محمد زده بود بینی سینا رو شکسته بود. شبش محمد به هم زنگ زد و گفت این سینا چی میخواد؟ چرا سنگ میندازه جلوم؟ که من همه چی رو بهش گفتم. دوستان اگه تا اینجا این پادکست و داستان جذاب رو گوش کردید ممنون میشم این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید، چون واقعا من زحمت میکشم.
I got secrets that nobody knows.